درود زیبارویان خداوند. موضوع امروز اعتماد به خداونده. گاهی دعا میکنیم و جواب دعا نمیگیریم، یا خیلی دیر جواب دعامون اجابت میشه. بیاییم به زمانهای خداوند اعتماد کنیم. خداوند زیبای ما نه تنها صدای همه ما رو میشنوه، بلکه با دل و جون طبق عدالت و اراده خودش در زمان مقرر شده اجابتمون میکنه. خداوند هیچ وقت دیر نمیکنه، دیر نمیرسه، بلکه خداوند ما به موقع میرسه، درست زمانی که فکر میکنی همه چیز تموم شده، هیچ امیدی نیست. همون موقع است که خداوند زنده به فریادمون میرسه. آمین.